أين الرجال؟ به نام الله ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت میدهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. ای الله، مرا و والدینم را مغفرت کن. ای پروردگار، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند، بر آنها رحمت آور. امروزه کلمه بی پایان الله متعال خود یعنی بگیر می باشد. کلمه بگیر در قرآن دو مراتب ذکر گردیده است. در سخنان زیرینی او تعالی: ای یحیی، کتاب را مستحکم بگیر، ما به او در آوان کودکیش دانایی را عطا کرده بودیم. و مراتبه دوم: مال زیادتی را بگیر یا عفو را پیشه کن، و معروف فرما و از جاهلان روی گردان. ابن کثیر در تفسیر آیت یکم میگوید: ای یحیی، کتاب را مستحکم بگیر، یعنی کتاب را با تمام جد و جهد، کوشش و غیرت آموز. و این دعوت برای کاملا قبول کردن تمام دین و به طور همگیر فهمیدن آن می باشد. اینچنین این مراجعت است برای نصرت الله در تطبیق دین او و طلب است به عمل کنی موافق آن طبق اراده الله و رسولش صلی الله علیه و سلم، چنانکه الله و رسول او صلی الله علیه و سلم فرمودند. چنین سخنان پره و کامل به مسلمانان در هر دور و زمان دلالت به آن میکنند که باید آنها کتاب را مستحکم بگیرند. کتاب در این مورد قرآن، سنت و شریعت اسلامی، این چنین احکام اسلام است با همه تفصیلات فراوانی و مکملی خود. مستحکم گرفتن در نوبت اول کتاب را کاملا قبول کردن را افاده میکند، یعنی آن را قسما یا ناپوره قبول نمودن جایز نیست. آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و بعضی دیگر را انکار میکنید؟ پاداش کسی که چنین کند در این دنیا جز خاری چیز دیگری نیست و در روز قیامت آنها به سخت‌ترین وجه شکنجه خواهند شد. همین طور کتاب را نه تدریجاً و قسماً بلکه حتماً باید پره گرفت. در بابت کلمه مستحکم باید گفت که در اینجا دو نمود در نظر داشته شده است. یکم آن وقتی که انسان جد و جهد کرده دینش را با تمام نیرو، قطعیت و اراده رعایت می نماید. دوم وقتی که دولت دین را با قوه نیرو تطبیق می کند، چون آن صاحب نیرو و قدرت بوده جهاز اجرایی می باشد که امت را در تطبیق احکام شریعت اسلامی نمایندگی می کند. همه این کارها قوه را در تطبیق احکام، قوه را در بازداشتن قانون شکنها و قوه را در مجازات جنایتکاران تقاضا می کنند. علاوه بر این آنها قوه را در پهن دعوت اسلامی نیست که همچون رسالت راه راست طریق جهاد در راه الله به سراسر عالم حمل کرده می شود طلب می کنند. همین طور تطبیق و پهن اسلام به تمام عالم به قوه احتیاج دارد که کارهای داخلی دولت را به تنظیم می درآورد و به قوه محتاج است که اسلام را با کمک دولت به عالم برداشته می برآورد. این قوه برای غلام ساختن آدمان نگرانیده نشده است، برعکس آن برای تطبیق حتمی شریعت بر آنهایی که تطبیق آن را انکار می کنند نگرانیده می شود. این چیزی است که برای آیه کتاب یعنی به تطبیق شریعت و با نازل کرده های الله حکم راندن تعلق دارد. تمام این کارها در هر دور و زمان و در هر شرایط مسئولیت مسلمانان محسوب می‌یابند. در بابت کلمه بگیر در آیت دوم: مال زیادتی را بگیر یا عفو را پیشه کن، و معروف فرما و از جاهلان روی گردان. باید گفت که در خصوص تفسیر آن سه مسئله وجود دارد. یکم، حاکم به گرفتن مال زیادتی فرموده شده است، یعنی به گرفتن آن قسمت مال و ملک که آدمان با آسانی و از صدق دل می‌دهند، یعنی این برای آدمان از جهت کارهایشان، اخلاق و عهده‌داری هایشان و مال و ملکشان آسان می باشد. برای همین به ذمه آدمان تنها چیزی گذاشته می شود که آن را داده می توانند. مال زیادتی را یعنی از احتیاجات آنها زیادتی را بگیر. خبر داده می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از آدمان را به یکی از ولایت ها همچون والی فرستاده و او چنین نصیحت کردند: از مال عالی ترین آنها احتیاط شو، یعنی از مال از همه گران ارزش آنها. مال زیادتی را بگیر
بگیر، یعنی عهده‌داری آنان را به قدر امکان برایشان سبک ساز. دوم، فرمان به انجام دادن نیکی، یعنی هر کدام سخن نیک، عمل زیبا و اظهار اخلاق حمیده نسبت انسان دور و نزدیک و اینچنین به آن عملهای عرف و عادت که به شریعت ضد نبوده در آنها برای آدمان خیر و صلاح موجود است. سوم، روی گردانیدن از جاهلان، یعنی به جهالت آنها با جهالت جواب ندادن، یعنی اگر کسی به تو جهالت خود را با سخن یا رفتار نشان دهد به او زیان نرسان. از کسانی که با تو دشمنی می‌ورزند روی مگردان. کسی اگر معامله اش را با تو قطع کند تو آن را برقرار کن و اگر نفر نسبت تو ناعدالتی کرد نسبتش عدالت را رعایت کن. همین طریق این کلمه ها در همجایگی با کلمه های کتاب را مستحکم بگیر معناهای عالی را می‌دهند که از اخلاق حمیده و گذاشتن عهده‌داری ها و غمخواری ها نسبت شهروندان عبارت میباشند. ای الله ما را از جمله کسانی بگردان که کتاب را مستحکم گرفته شریعت الله را تطبیق و به سراسر عالم پهن مینمایند. ما را از جمله کسانی بگردان که زیادتی را میگیرند، سهلگیری نشان میدهند، به نیکی میفرمایند و از جاهلان روی میگردانند. به الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. الله لی و لکم و السلام علیکم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд و бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.